سلام علیکم و رحمت الله. این پرینتر ما پرینتر کنون مدل G 3420 و کلا مدل G، حالا چه 3420 چه بقیه مدل هاش، گاهی مواقع به این مشکل برمیخوره که لوله های رنگش هوا میگیره و فقط سیاه و سفید میزنه. برای اینکه شما مشکل حل کنید و وقتی نگاه میکنید لوله ها رو نگاه میکنید میبینید که لوله ها رنگ نداره و خالی از رنگه. یه راهش اینه که دستی کار انجام بده و هواگیری بکنید، ولی این مدل خودش یک سیستمی داره که به وسیله تنظیماتی که انجام میشه خودش هواگیری میکنه. برای اینکه بخواید هواگیری بکنید میاد داخل بخش تنظیمات و دکمه تنظیماتی که میزنید میرید روی گزینه مین، بعد اوکی رو میزنید، بعد میرید روی گزینه لیک، اوکی، بعد آل کولر، اوکی، بعد اوکی، اینجا یس رو میزنید و اوکی میکنید. اوکی که کردید به پیام میاد که بهتون میگه که 6 دقیقه زمان میبره تا سیستم خودشو هواگیری بکنه و بعد که دیگه شروع میکنه، اگه شما این در رو باز کنید میبینید که رنگ ها داره میاد داخل لوله ها و داره پر میشه. بعد که تموم شد دیگه شما میتونید پرینت رنگی بگیرید.